اپا از این برمی آید که آنها شب نشینی کردند. این معنای آن را دارد که آنها اویلادوشوی را قبول کردند. اکنون شما چیکار میکنید؟ به نزد آنها میروید؟ چه خیلی روم سلمان، به زوری خودداری میکنم، اما بسیار میخواهم که زود رفته به سیرای همه چیز را نقل کنم. لیکن فؤاد انتظار شب گفت این چونین من باشم تو از او آمدنی خبر انتظار هستم. هیچ گپ نیست اپا. انتظار شاید اکای فؤاد راهی بهترینش رو میدوند. شما خودتان رو اینقدر افگار نکنید، بس سیرای گویید. سلام اپای الوان، چه حال دارید؟ روزی خوش. خوبم رحمت. با بازار می رویم، اگر یگان چیز به شما لازم باشد بیاریم. نه تشکر زیاد. اگر یگان احتیاج داشته باشیم ما هستیم، به ما خبر ده. سلامت باشید. این زن سالها از سبب خونخوری حبس شد. در حقیقت درست گفته است. میخواهم که همه چیز به خطا شود، خطای ناچیز هم نشود. فهمیدید؟ نوشابه هایی که در درآمد میدهند خدمت رسانی رو کترین تامین مینماید. شما فقط پیشکش مهمون ها میکنید. خوب شده است خانم اینجی، خواطر نشوید. اگر یگان گفتنی نداشته باشید پس از پس کارتون شوید. خوب شده است خانم. خوش آمدی اکرم. خوش باشی. شب نشینی چه خیلی که خواستی همون خیل میشود. من خودم همه کارو نظارت میکنم. همین خیل؟ انتظار قرصک زدنم هستی؟ نه من خاموش و مرا گوش کن. برای عتیقه رای مکان گذرانیدن ماهی اصلیشان را در کوچک تعیین نمودم. یعنی میخواهم که آنها بیروند و یعنی این رو چه خیل فهمم؟ یعنی گفتنیم که وقتی که آنها با ماهی اثر رفتن تو همین جای را ترک میکنی، بیگردش میروی. این را فراموش نکن. پدر جان، مادر جان. جانم. السلام علیکم. خوش آمدید. مکانی زیبا رو انتخاب کرده. بسیار خرسند شدم. همه چیز بسیار زیبا شده است. تشکر زیاد. دخترم تو هم خوش آمدی. چقدر زیبا شده. لباس به تو زیبیده است. تشکر خانم اینجی. اگر تیار باشی می رویم. با کجا؟ با کشانه حسن. وقتی آمدن ما رو گفته بودم. فهمو. اینطور باشد ما می رویم. تو بازدید اکرم. تا بازدید. رفتیم. تو بازدید. پدر یگان معما نیست یا اینکه مشکلی؟ نه پسرم، همه چیز خوب است. بیا تا که من به تو آیدی ماهی اصلی کمی معلومات دیم. تو چی کار داری دخترم؟ تو چی کار داری؟ انگور خور اما باغش را مپرس. فکر کن بار اول ما را گوش کرد و من زید نیستم. نزلی را ببرید گفته است. باز تو چی کار کردنی هستی؟ پدر جان شما نمیفهمید. فؤاد یک رو است و دائما میخواهد که گفته های او عملی شود. قراری که داد هیچگاه دست نمیکشد. آخر برای به خارج رفتن نزلی زید بود و حالا چی شد که از قراری دادگیش دست کشید؟ تگی کاسه نیم کاسه است. یا اینکه برای با این زنی محله تنها ماندن ما رو از اینجا میفرستد. همین قدر به این زن دل داده است. اینش را نمیدانم. چی؟ شاید برای تو را از تنیر دور کردن کرده باشد. این چی گفتنی گپ است؟ دخترم با تنیر مناسبت داشتن را فؤاد بسیار خوب میداند. بعد؟ همه‌اش خوب است. چیپته هایتان گرفته شده است. این شام میروید. بابا من به شما چند مراتب بگویم با یگان جا نمیروم. دخترم همه چیز تیار است و راهی قطع کردن را ندارد. پدرم خبر دارن؟ او اجازت نمیدهد، به این کار راضی نمیشود. امرو با پدرت چونی قرار دادیم. باور نمیکنم پدرم هیچگاه این کار رو نمیکند. پدرت راضی شدیم شام میروید. چنگید آوازش رو کمی پس کنه. خیره ماشین خرید ناگیده. ای حیوان، موسیقی خوب بود. گوش کن تا که کمی جهانبینیت وسیع شود. موسیقی خوراک روح است. بی عقل. ای بی عقل. شیطان به شما غلبه کند. تقاری فت این چنگیز رو جستجو نداشت؟ بله جستجو داشت.
همش رو با یک طبق گذاشته است. از این چی خرید کنیم؟ آقای رمزی مبارک شود، دکان در جای خوب بوده است. سلامت باشید خواهرم، سلامت باشید. بلغاری میگیریم، 1 کیلویی به ما ده. خوب شده است. آقای رمزی الوان درست میگوید گفتند. آیا این مسئله خون پولی راست است؟ شما از کجا شنیدید؟ خیلی شنیدیم. در اول او را گناهگار دانستیم و از او روی گرداندیم، بعد فهمیدیم که او حق بوده است. چه خیل حق است خواهرم، چه خیل حق است. آخری او دادری مرا کشت، شما مرا میفهمید؟ درست است و شخصی رفته بر نمیگردد، اما او حمایه جان خودش کرده است. وقتی که موضوع پول کشوده شد، از مردن من مردن تو بهتر است گفته است. شما حالا قاتل را حق میگویید؟ قاتل را حق میشمارید؟ نمیدونم. و شما بلغاری نیست. روید از پس کارتون شوید. توبه کردم خدا، رفتیم اپا رفتیم. چه حال داری جنید؟ خوبم، تو چه حال داری؟ من خوبم. برای اکم کوفته آوردم و در بر شیرینی چهارمغز است. شیرینی چهارمغز؟ دوست می‌داری؟ تو چه میگویی؟ بسیار دوست می‌دارم. به شما اشتهای توم. اینها را خودت پختی؟ بله، کمی مادرم یاردم دادم وگرنه تنها چخل میپختم. فهمو، تو پخته ای. دستانت درد نبیند. تشکر. تشکری زیاد. اکنون من میروم. این قدر رو طی کردی؟ می‌درآمدی؟ 1-2 دقیقه مینشستی؟ نه، من باید روم. خیلی کار دارم. همین خیل؟ جنیر من باید پیش از رفتن از تو یک چیز رو پرسم. بپرس. اکم برای چی با اینجا اومد؟ کی به خونه میرود؟ تو یگون چیز میدونی یا اینکه یگون چیز گفت؟ گلسوم تینجی است؟ در خانه یگون مشکلی است؟ نه، در خانه یگون گپ نیست. مادرم خوراک پختن، من گرفته آوردم. اوه بسیار خوب. اول خون پولی گرفته ما رو شرمنده میکند، بعد خوراک پخته خودش رو بخشانده نیست. همین خیل؟ اکا گفته اتون رو بینید، من قدر راه رو طی کردم. اگر خوردن نخواهید نخورید. مایلش، اگر تو نخوری من میخورم. دستانت درد نبیند گلسوم. با اشتهای توم جنیر. الو رفت، حالا در قهوه خونه است. ای برادر بیا زودتر بازی کن. اکا او رو نگه دار. از برای خدا وقتش رو گیر تا اینکه نرود. خطا کردی گفته هوشش رو پریشان کن، وگرنه او به یگان سوراخی در آمده ناپدید می شود. دادرم خواطر نشو. اکا زودتر. وقتی که خبر رو شنیدم حیران شدم. گفتم آخر او پسر یگانه جنابی اکرم است و از پدر و مادرش بیخبر آیله دار نمی شود. جوانها کمی سراسیمه شدند، اما ما این آیله دار شوی را پر دستگیری میکنیم. آیله دار شدنشان را میدونستیم، اما این خیل کنیم یا اینکه وای خیل کنیم گفته و ما سورپریز کردند. آیله دختر نامده است؟ تو کمی باشد هم از طرف دختر حساب میشوی، شاید دانی. ذره خبر ندارم. به این هم از عطیف رنجیدم. در روز نیکاش مرا دعوت نکرد، رنجیدم. از بس که نیکا مخفی شد طرف دختر کمی رنجیدم. نصیب پس از گذاشتن وقت خوب می شود. در نیکاهی دوست داشته سابقه بودن چگونه است؟ این سفسطه است. میدونی که این آیله دار شویشون دیر دوام نمی کند. آخرش معما دارد. با مادر دختر شناس شدم و چگونه آیله بودنشون عیان است. به فکری من سیره یگا مشکلی ندارد. آخر او در کارگاهی من کار میکند. تو با او شناس شده بودی ها؟ نه، نصیب در این روز بوده است.
назли. این درست است؟ назли духтарам, бишин суҳбат мекунем. نه نمیخوام که بشینم. شما مرا دستگیری کرده بودید. تا خودت نخواهی به یگان جا رفتن کسی تو را مجبور کرده نمیتواند گفته بوده. تو را دستگیری میکنم گفته بودید. گفته بودم. این تو باشد چی شد؟ چی شد که قرارتان رو عوض کردید؟ چی شد که اکنون من به خارجه میروم؟ حقیقت چنین است که بعضن پدرها برای خوشبختی فرزندانشان به قراری می آیند و آن را به آنها شرح نمی دهند. این چی گفتنی گپ است؟ گفتنی هم که سوال نمی دهی و با مادرت می روی. اگر این خیل شود برای تو خوبتر است به من باور کن. فهمیدی؟ فهمیدم. می روم. اما در یگان تعطیل به نزد شما نمی آیم. بار دیگر سیمایم را نمی بینید. می شود شما خرسند هستید؟ назли بسیار عصبی است. نظر به آن که از شرمندگی های مادرش رو افتاده شود از من نفرت کند خوبتر است. حالا که یگان مانع نیست با الوان کی صحبت میکنی؟ صحبت میکنم. این شام شنل ها مراسم نکاح دارند. همین شام؟ اینجا رو نیز رنگ کن. اکنون پایهایمون رو میبرداریم. آن همین طور. گوش میکنم فؤاد. الو الوان، کار حل شد و میتوانی که با سرای صحبت کنی. برای خبر دادنت تشکر فؤاد. من به تو گفته نتوانستم اما در اینجا دل و جگرم پاره شد. الوان، از تو یک خواهش دارم. التماس آرام شو. گلسوم از برای خود درست‌تر نقل کن. اکد برای چی به محل رفته است؟ مادر نمیدونم گفتم آخر مرا یک سو گذاشته رفتند. نمیدونم. اقلا کی آمدنش رو به تو نگفت؟ نگفت اما میدونید چی گفت؟ این زن خونپولی گرفته و با خوراک ما رو فریب میدهد. انا همین خیل گفت. با اونجا رفتنی او با خونپولی چی دخل دارد نمیدونم. گویا که به همش تنها من گناهگار باشم. در حقیقت چی دخل دارد؟ چرا اکم رفت من ذره نفهمیدم که اکم برای چی رفت. به خدا من هیچ چیز رو نمیدونم. شاید که از پدرت رنجیده باشد. نه این موضوع برنجیدن از پدرم یگان دخل ندارد. آخر من اکم رو میشناسم. او از پدرم رنجیده لباسش رو جمع کردن نمی رود. حتی من یک چند مرتبه هنگامی از نزد حجرش گذشتن می دیدم که دستانش رو به سرش گذاشته فکر میکرد. چی درد دیگری دارد اما چیست؟ گویم که من عقل ندارم یا اینکه هوشم پریشان است. اما شما چه خیلی نفهمیدید؟ چه خیلی درد نکردید؟ من نمیفهمم. چنگیز چی گپ است؟ چنگیز رفت جان اینجا است؟ برای تو نمایشات تیار کردم. وقت داری؟ دادرم وقت دارم اما آهنی در دست داشتت رو چیکار میکنی؟ هر دوی شما به خانه ما برای دزدی در آمدید و اون دختری بیگناه رو زدید. رفت جان اینجا نافهمایی هست. اگر خواهی درون درایم چای نوشیدن آیدی این موضوع صحبت کنیم. نه صحبت نمی کنیم. تو اونجا ایستاده تماشا کن. حتی دورتر است تا شیشه پاره ها دهان و بینیت رو پوری خون نکند. رفت نکن دستانش شکند. رفت نکن. اگر برای شیشه اینقدر دادوای کنی
کی میداند که اگر اینها را کنم تو چیکار میکرده باشی؟ با پلیس خبر میدیم. میدونم که نمایشات کمی دراموی شد، اما کمی دیگر طاقت کن، به آخرش رسیدیم. نگاه کن. نکن التماس، خواهش میکنم او را نزن. مرا زن او را نزن التماس. رفت دستانت شکند. این است به تو از من هدیه. گیر. رفت نوبکار. شاهزادم تو رو چه خیلی از آب داد شاهزادم. شاهزادم خوش آمدید. چی نام دارید؟ بیهوده نبین که در روی خط نام من نیست. من مادری عروس هستم. باید خبر دهیم. مرحمت، من با شما میروم. نمیخواهم که به خارجه رویم. حالا به گوجه رفتنیم. بسیار جای زیبا است. گوجه بسیار زیبا است در حقیقت. بله جانم، من حاضر می آیم. خانم الوان، اصلا خواستم که شما رو نیز دعوت کنم، اما کمی شرم کردم. من برای شب نشینی نآمدم. باید با دخترم صحبت کنم. سرای کجاست؟ حق استید. شما از ما رنجیدید که ما نکاح مخفیانه کردیم، اما اگر ما رو گوش کنید حق بودنمون رو میفهمید. سرای را جیغ زن. من با او صحبت میکنم. برای اون که سرای باید همه حقیقت را بداند. دخترم را گرفته بیا. فهمیدی؟ چرا باید بداند خانم الوان؟ نفهمیدم. همه چیزی گفته‌اتون چیست؟ حقیقتی توست. کی و چی بودنت را سرای باید بداند. شما مرا نشناختید خانم الوان. من کی بودم؟ بله، اگر تو را میشناختم و سیمایت نگاه میکردم. تو میدونی که تو کیستی. تو شخصی میباشه که 4 سال قبل روزی پنجشنبه پس از نصف روزی کودکی که در کوچه تو بازی میکرد با ماشینت زده رو زیری خون کرده فرار کردی. چه خیل است؟ تو را درست شناختم. سلیم بر کودک فرزند شما سلیم است؟ هرگز به من خبر نداشتم. نگو. گویا که چیزی نشده باشد چه خیل به حیاتمان در آمدی. گویا که چیزی نشده باشد چه خیل به چشمان ما نگاه کردی. چه خیل به چشمان سلیم نگاه کردی. سلیم؟ بله سلیم است. من اون روز به خونه‌تون آمده داد زدم، اما با من چیکار کردن؟ مرا عذاب داده بیهوش کرده از بین بردن. دستانی مرا بسته. پسری مرا با ماشینت زدی، اما یک لحظه هم نگاه نکردی. از اونجا فرار کرده رفتی. من قاتل شدم. با سبب تو آیله من پریشان شد. میدانی که پسری من چی عذاب ها کشید و تا حال عذاب میکشد. دخترم باشد سرای برای من نگاه نمی کند. سببگاری همه این بدبختی ها تو هستی. همه اینها را تو کردی.
تو سببگار، با همش تو سببگار هستی. عاطف، شما در اینجا چیکار دارید؟ سرای دخترم، باید صحبت کنیم. خواطر نشو، بسیار نمیستم. تنها گفتنی هایم را به تو گویم، بعد از اینجا میروم. خواهش میکنم مرا گوش کن. چی گفتنید؟ این چی سفسطه؟ عاطف یگان چیز بگو. عاطف ما را تنها بیمان که من میخواهم با دخترم در تنهایی صحبت کنم. التماس رو. عاطف است. من نمیخوام که صحبت کنم. شما خود چیکار کردنید؟ برای چی به اینجا اومده روزی خورسندیم را محو میکنید؟ من به این قدر خورسندی سزاوار نیستم. بله مخفیانه آیله دار شدیم، اما شما چیکار دارید؟ با بالای من چی حق دارید که حالا آمده از من حسابات میپرسید؟ سرای دخترم، من تو را میفهمم، اما اینجا ما تنها آیله دار شدنتان نیست. این شخص عاطف. آقا عاطف، یک عکس برداری کنیم برای روزنامه ما. یک دو سخن بگفتیم. توانم میکنم از اینجا روید. مرحمت کرده گوید که با خانم کشم و با خودی و چی خیر شد که سرای خانم، خواهش میکنم یکان چیز گپ زنید. مرحمت. عاطف، التماس خانه داریم. مهمان ها انتظار هستند. عیب می شود. حیاتم، میدونی چی؟ تو رو من بعد میایم. فهمیدی؟ جانم درون من زود میایم، باور کن. با کثافتی تو من به دخترم یگان چیز گفته نمیتوانم. با سببی تو به دخترم حقیقت را گفته نمیتوانم. حیاتمان را محو کردی، همه‌مان را محو کردی. سببگار این همه تویی. من با سیره حقیقت رو نقل میکنم خانم الوان. خیلی به تو باور کنم. سالها باز عقلی تو در کجا بود؟ پیش از با سیره آیله دار شدن عقلت در کجا بود؟ من نمیدونستم. اگر میدونستم نقل میکردم و پنهان هم نمیکردم. با من هرگز دروغ نگو، فهمیدی؟ هرگز دروغ نگوی. حق هستید که باور نمیکنید. من وعده میدهم که این شام همه چیز رو با سیره نقل میکنم. ادوکاتم حجت های این کار را تیار کرده است و تو نگویی هم. من خودم به او میگویم. وعده میدهم خانم الوان. جانم، التماس بیا با درون درویم. من میخوام کارش رو فراموش کنم. بیا. تو میدونی که تو کیستی؟ تو شخصی میباشه که 4 سال قبل روزی پنجشنبه پس از نصف روزی کودکی که در کوچه تو بازی میکرد با ماشینت زده رو زیری خون کرده فرار کردی. جانم گوش کن. با تو چی گفتند و چی سفسطه خونده تو رو غمگین کردن نمیدونم، اما تنها یک چیز رو میدونم که او اهمیتی ندارد. من او رو سالها پیش از دل برآوردم،
ягон гуфтаи ӯ барои ман аҳамият надорад, барои ту ҳам аҳамият надорад. акнун бо ман ба дарун даро. илтимос. латиф биё. серай дар куҷо будӣ? биё ман туро бо рафиқи ҷаноби ҷем хонум оиша шинос мекунам. برای دعوت منت دارم. تا بازدید. شام بخیر. شام بخیر. خانم اینجا چی حال دارید؟ با مانند هر وقت خوبم. شما چی حال دارید؟ ما نمیخوریم، به کارگاه هم نمی آید. کمتر سرکار هستم. مادر احوال کودک چگونه است؟ با تو چند مرتبه نقل کردم. آخر صحت است. حال راه میگردد، میدود و بازی هم میکند. چرا با من باور نمیکنی؟ فهمو که تو با چشمان خودت نبینی. باور نمیکنی. اگر این خیل باشد پگاه همراه با تو به خبرگیری کودک میرویم. مادر. خالای اینجی؟ سلیمان جان چه حال داری؟ خوبم. بی این شخص پسری من عطیف است. پسرم با که عطیف سلام بگوی. سلام. نزله با پرواز در میکنی؟ به خارجه میروم. پدرم باشن از من دست میکشن. در اینجا بسیار خوب است نه؟ آها کیها رو میبینم. سلام، خوب هستی؟ خوش آمدی. اوه دادرم سلام، چه داری؟ خوش آمده. این رفیق من رفعت است. سلام. از شناسایی شدم. من هم. این رفیق نزدیک من است. گفت که به یگان جای دلخوشی رویم. من به او اینجا رو توصیه دادم. تشکر برادر، خوش آمدید. نور دیده تاج سر. غم عشق داری برادر؟ بله همین خیلی. درگی باشد به تو نشاکی بهترین میدیم. آماده هستی؟ اکا مرا محافظت میکنید وعده دادید. اگر اعتراف کنی با جزای سبک نجات میابی. هرچی که به ما گفتی به دادستان نیز عیناً بگو. سببگاری صدمه عطیف بودنش را و تو تنها گناهش را به عهده گرفتنت را و همه معلومات را. خودت میدانی که اقرار کردن حقیقت به نفع تو میشود، وگرنه با شاهدی بر دروغ، مانع شدن به عدالت و با یک چند گناه های دیگر حبس میشوی. 10 برابر زیادتر حبس خواهی شد. خیزید رفتیم. شاهزاده‌ام،
تو را محافظت کردن نتوانستم. مادر؟ دوید رفت نابکار، کاش که دستانت می شکستند. چی شد؟ با ماشینی پدرم چی شده است؟ چی شد چنگیز؟ در آخر خدا جزایت را داد؟ دیدی که مال حرام با کسی یار نخواهد شد. آه شکر، آه خدا را شکر. ای میرال به این عصبیم، به یگان معما از نظرم دور شو. خدایا بزرگ هستی، بزرگ هستی. کاش که دستانت می شکست رفت. من این نوعی نتوسه کنک را چکار میکنم؟ نمیخواهم. رد نکنید جانم، کمی با مدنیت باشید. نمیخواهم. تو گفت رو نمیفهمی دختر، یا تو نغمه میکنی؟ تو چی کار کردی؟ حاضر دستت رو میشکنم. نمیخواهم گفتم. تو چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ یک طرفی چی؟ اپا چی کار کردید؟ گپ زدید؟ بس سرای همه چیز رو نقل کردید؟ نه سلما. برای چی؟ چی شد؟ وقتی که بس سرای نقل کردنی شدم خلال رساندن، گفته نتوانستم، اما با عطیف همش رو نقل کردم. در نزد من پریشان شد. شاید خوب کردم که همش رو گفتم. اکنون با وجدان خودش مبارزه برد، چی خیل با سرای نقل کردن را فکر کند. اپا اگر عطیف وجدان می داشت سلیم رو زده فرار نمی کرد. حق استی. هرچی بود و بود، این شب هم گذشت و جای سرای من بعد معلوم است. مانع نیست، اگر نشود رفته نقل میکنید. سلیم خوب کرد؟ ها خوب است، رفتیم. لابای فواد، محمود در نزد دادستان نابدار است. همه چیز را نقل میکند. شکر میکنم. در آخر عدالت جاری میشود. بله همین خیلی. تو چی کار کردی؟ با سرای واخردی؟ نه، اما با عطیف نقل کردم. چی خیر؟ تو باشی گمشم. رفت گفتم. خوب هستی؟ خوبم. با تو چقدر تشکر گویم کم است. برای من خودت را به مصیبت گرفتار کردی. این برای من تماما مصیبت نیست. تشکر به تو، مرا نجات دادی. وای من نکن. من باید روم، بعد وا میخوره. چیزش افتاد. اکا ایستید، این چیزش افتاد. اکا ایستید. شما عطیف رو ندیده؟ در یگان جا پیدا کردن نمیتوانم. نه، بالا رو دیدی؟ حالا من میبینم. خانم اینجی، عطیف رو ندیدید؟ او رو پیدا کردن نمیتوانم. من هم نیافتم. این بچه کجا شد؟ من نمیدونم. هنگامی با آدمان صحبت کردن از چشمم غیب زد. چی شد؟ یگان گپ شد؟ چیزی که شده باشد پس از با مادرم صحبت کردن شد. چی؟ نفهمیدم.
خانم الوان به اینجا آمده بود؟ صحبت کردم اما آیدی چی صحبت کردنشو نمیدونم. عطیف رو غمگین کرده رفت. آیدی چی صحبت کردن؟ نمیدونم. شاید برای اویلادور شدنم غضبناک شده باشد. باز چی همه شد؟ البته دیگر چیزی بوده نمیتواند. چی شد تینجی است؟ اکرم با سرای جستجو میکنیم اما اون نیست. عطیف نیست. شاید با بیرون برآمده باشد و جوان مرد است. بیهوده تشویش نکشه، در همین جاست. مایلش من هم زنگ میزنم. شاهزاده‌ام باور کن که ذره پشیمان نمیشوی. وقتی که آمدی به بابایت تشکر میگویی. جانم. نزله دخترم. با کدام روی به اینجا می آید؟ دختر جانم دیر میکنیم. نزله دخترم گوش کن. یگان روز مرا میفهمی و آن روز همه چیز را به تو کشاد و روشن نقل میکنم. حالا باید همین خیل شود. پدر همچون معما گپ زدن را بس کنید. این کار یک حقیقت دارد. این هم باشد شما مرا فریب کرده. دخترم کاش که حقیقت اینقدر آسان میشد، اما بعضا جزای خطا و گناه های دیگر کس را به عهده میگیری. لیکن حقیقت یک روز نه یک روز آشکار میشود. روزی میفهمی که این کار را برای خوشبختی تو کرده. به شما باور نمیکنم. نزلی اوف دوگانه. عطیف کجا شد؟ با او یگان چیز شد؟ عطیف رو پیدا کرده؟ نه. خدایا تا با این بچه کجا رفته باشد؟ بالا رو دیدم در آنجا هم نیست. چه خیلی خیر. با کجا هم میرفت؟ مرا در اینجا تنها گذاشته چه خیلی میرود؟ جناب داماد از روز اول گریخت. اینقدر تیز؟ اکرم عطیف در مراسم نیست. شرمنده میشویم. به این هم تو همه را شرمنده کرده ای. اکرم این مسئله با من دخل دارد. اویدی عطیف با من یاری میدهی؟ مایلش این طور که باشد به همه بگو که شب نشینی به آخر رسید. خاطر نشود. همش خوب می شود. عصبانی بودن نزلی هم می گذرد. تو کاری درست کردی. محمود بیاناتش رو داد. حق به حقدار می رسد. جناب فؤاد، من به نزدیکی رفتن رو نمیدانم.
برای همین به نزد شما اومدم. شما ادوکاتی خانم ایلوان هستید. برای همین اومدم. برای چی تو را گوش کنم؟ برای آنکه با شما تمام حقیقت ها رو نقل میکنم. خانم ایلوان حق است و مرا اصلا گوش نمی کند. میلش بگذار همین خیر شود. اما من اول به تو یک سوال می دهم. از سیرای چی می خواهی؟ برای چی به حیاتی او وارد شدی؟ چی مقصد داری؟ او سببگاری صدمه بودنی تو را می داند؟ نه، قسم میخورم که سلیم دوداری سیره بودنش رو نمیدانستم. نه، جواب نمیدهد. تویست، من زنگ زنم. عطیف؟ پسرم در کجایی؟ ساعت ها هست که تو رو جستجو میکنیم، با تلفن جواب نمیدهی. فکر کردیم که با مصیبت دوچار شده ای. خاموش باش، حالا با تو صحبت میکنم. شما هم بیایید پدر. حیاتم با ما کمی اجازت ده. راه گرد. شما حیات مرا محو کردید. شما حیات مرا به پرتو تبدیل دادید. شما از اول کی بودن سیرای را میدانستید و از من پنهان کردید. پسرم خاموش. شما هم خاموش باشید، لیکن من گپ میزنم. روزی اول یکم روزی صدمه اگر به من دخالت نمیکردید و میگذاشتید تا که به من جزایم را میدادم، در زیر این دروغ نمیماندم. حقیقتم میشد، حقیقت پسرتان میشد. پس از خارج آمدنم مرا به نزد کدام کودکی صحت برده دار؟ صحت شد گفته به نزد کودکی دروغ برده. پسرم، آن کودک تا حال صحت نشده است. آن کودک تا حال معیوب است پدر. آن کودک تا حال صحت نیست و او دادری سیرای است و او معیوب است پدر. پسرم، من چی کاری که کرده باشم برای نیکی تو کردم؟ همین است. با من نیکیتون همین است. با پسرتون نیکیتون همین است. همین است. من چه خیلی بر روی زنم نگاه میکنم. زنی که دوست میدارم حالا در همین جاست و من با او چی میگویم؟ چه خیلی بر روی زنی دوست داشتم نگاه میکنم. با کی تکیه کنم؟ با تشبس شما پدر مادر با کی تکیه کنم؟ من امروز مردم مادر و قاتل من شمایم. پسرم، عطیف، پسرم گوش کن. با من پسرم نبید. یک دقیقه بستید.
عطیف چی شد؟ توانو میکنم با من نقل کن آخر التماس. جانم بسیار عذر میخوام، بسیار عذر میخوام جانم، عذر میخوام. هیچ گپ نیست، فهمیدی حیاتم، فهمیدی هیچ گپ نیست. بیا جان رفتم جان. عطیف تو برای چی اینقدر غمگین شدی؟ تو رو کی غمگین کرد؟ مرا در اینجا ترک کرده رفتی. برای چی ترک کردی؟ مادرم تو رو عصبی کرد، تو رو مادرم غمگین کرد. به سر من تنها همین فکر می آید. نه جانم، با مادرت دخل ندارد. کاش مادری من هم با مانند مادری تو نیک می بودند. چه خیلی جانم، من آب نوشیده می آیم. نه من می آرم. چرا تویست؟ من زود آب را نوشیده می آیم. ایست جانم، ایست. تو را بسیار دوست می دارم حیاتم. هیچگاه این را فراموش نکن، فهمیدی؟
серай ҷонам, тамоми ҳастиям. дар шабнишинӣ бо шахсе ки вохӯрдӣ, атиф синаша нал буда бо нигоҳи аввал ба ту ошиқ шудааст. ин шахс шабу рӯз номи туро дар забон дошта ва барои як ханда ҷонашро қурбон мекунад. серай ман он шахсе ки ту медонӣ ҳамон нестам. ман шахсе ҳастам ки сазовори ишқи ту нестам. маро бубахш азизам, маро бубахш. ман атиф синашанал 3 солу 10 моҳ ва 14 рӯз қабл ба садамае дучор шудам ки дар кӯча кӯдаке бозӣ мекард ва ӯро бо мошин задам. додарат салимро ман задам. яъне ба ҳамааш ман сабаб шудам. ман ба ту маро бубахш гуфта наметавонам, барои он ки ман худамро бахшида наметавонам. ба дурӯғе бовар карда худамро сафед шуморидам. диламро ба ту додам. фикр кардам ки аз нав ба ҳаёт омадам, аммо ҳамааш дурӯғ будааст. маро бубахш серай. ман барои фаромӯш кардани худам меравам. ту ҳам маро